پشتیبان‌های حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه می باشد. انشاءالله من این جمعه و جمعه آینده را هم بهر فضیلت حضرت این بزرگ خدا می بخشم و حتی از پروردگارم باوری کامل دارم که اگر 10 جمعه را اطراف حضرت من صحبت کنم، والله که من دلیل ها و حجت ها و کتاب ها در پیش دارم. لیکن به هر حالم که باشد برای شما یک چند جمعه دیگر بهر فضیلت ایشان صحبت ها می کنم تا که باز برای شما خاطر رسان می کنم که شما این دوستان خدا را شناسید تا که در پیش کدام از شما روز به روز فتنه ها و روز به روز خطرهای زیاد در اسلام ایجاد می شود و شما روبرو می شوید. من خاص از برای خدا این موعظه ها را به گوش شما می رسانم و شما را بیدار می سازم که اینها چه کسانی و چه شخصیت هایی بودن که در دوره های رسول اکرم حیات به سر بردند. یک 2 روز یا 3 روز پیش از خرغان تیپه یک شخص به ما سوال داد. راستی باروی من برادرم گفتن نمیتونم. از ما سوال کردن که ما آگاه شدیم که شما چند جمعه هست که اطراف چهاریار پیغمبر صحبت دارید، لیکن از شما ما خواهشمان همین است که آن چیزی که حقیقت است و بیان کن. ما به برادر جواب گفتیم که من نمیدانم حقیقت شما چی را در نظر دارید. هر حدیث که میخوانم والله که اکثریت او از صحیح بخاری است، اکثریت او از صحیح مسلم است و هر کدام او به خود راوی دارد، سند دارد. از او چیزی بیرون من برای شما تا حال نگفتم. لیکن وقتی این برادر عزیز یا گویم یک شخص گفتن که حضرت عمر و حضرت ابوبکر و حضرت عثمان اگر انسان اگر نسبت اینها تحقیر کند یا اینها را پس در چشم مردم نشان دهد گناهکار نمی شود. باور کنید ما از این جمله ها ناراحت هم می شویم، لیکن هزار فضل خدا را می کنیم که امروز ما یک بندگان نالایق یک چند حرف آموخته است که به گوش شما رسانم تا که شما هم پیروی این گونه شخصان جاهل نباشید، تا که پیروی این گونه شخصان گمراه شما هم نشوید. هزارها شکر به سوی خدا میکنم. شخصی که آشکارا پیغمبر خدا گفت عمر تو در جنت هستی، آشکارا 10 یار بهشتی، چگونه این گونه شخص من صفت نکنم؟ شخصی که در دوره های خلافت خود 1036 دولت را فتح کرده، اسلامی کرده است. شما تصور کنید برادرای عزیز، 1036 دولت با اطراف های کوچک هایی که داشتند همگی در دوره های خلافت حضرت عمر از آن دین های بیکاره و بیهوده‌ای که داشتن نجات یافتند، همگیش مسلمان شدند. آسان است 1036 دولت. شخصی که در دوره های خلافت خود
4000 مسجد 5 وقته ساخت. 4000 مسجد 5 وقته در دوام 10 سال و 6 ماه و 5 روزه که حضرت گویم در خلافت نشستن، ملک در زیر تصرفش بود، 4000 مسجد ساختن. آیا این فضل نیست؟ این بزرگی نیست؟ شخصی که در دوام حیات خود 900 مسجد جمعه خانی ساختن، این فضل نیست؟ کی می سازد؟ امروز مسلمان های ما مسجد بد می بینند. امروز مسلمان های ما و شما به مسجد آمدن در تنقیصی دارن، تنبلی دارن. حضرت 4900 مسجد که از این 4000 5 وقته 900 تا این نماز جامع بود در حیات خودش ساخته دادن. دو امپریای بزرگ، یکی روم یکی فارس شکست دادن. ببینید دو امپریای بزرگ در مقابلی 30,000 لشکری که به سوی امپریای فارس کشید، از امپریای فارس 120,000 عسکر بود. این فضل خداوندی است. چگونه این شخص ما و شما صفت نکنیم؟ این ارزنده است. خدا رحمت و مغفرتشان کند. من از پروردگار همیشه خواهشم این است و دعام این است، خدایا اقلا برای ما بندگان ضعیفش یک روزه همین عملهای حضرت عمر نصیب گرداند، والله بس است برای ما. یک روزه عملش اگر در همین حیات 50 ساله و 60 ساله که ما گذرانیدیم، یک روزه عملش اگر خدا به ما توفیق دهد ما اجرا کنیم، قسم به خدا هم درمان قیامت ما می شود، هم درمان عذاب قبر ما می شود. اگر یک روزه عمل حضرت عمر خدا برای ما و شما نصیب کرد. یک روز از حیاتش می گذشت، 24 ساعت سپری می شد، در دفتر می نویسان که عمر چی ها کرده است. عمر در دفتر می نویسد از سحر خیستگی تا سحر دیگر کدام عملها از عمر سر می زند می نویسد. روز دیگر سحر در پیش خود یک چوبی را می گذارد و ورق می زند. هر عمل ناجایی که اگر از دست او می گذشت، از پای او می گذشت، از زبان او می گذشت، با این چوب و یا آداب می داد. کی می کند؟ کی می کند این کاره؟ از حیات ما و شما اگر 40 سال و 50 سال گذشته باشد، باور کنید بعض ما و شما ها در همون گناه های کردگی ما هم پروا هم نداریم، خطر هم نداریم، فکر هم نداریم. میخواستم یک حدیث را از خود زبان حضرت عمر رضی الله عنه برای شما حکایت کنم. اینم از فضیلت حضرت عمر خبر میدهد. ان عمر رضی الله تعالی عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. حضرت عمر میگوید یک روز از روزها در نزد پیغمبر خدا همراه چند دوست دیگری پیغمبر خدا نشسته بودیم. اذ طلع علينا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد.
حضرت عمر میگوید با حبیب خدا صحبت داشتیم، ناگهان یک مرد بسیار لباس سفید داشت در پیش ما پیدا شد. بسیار بسیار لباسش سفید بود و بسیار موی سرش سیاه بود. لا یرا علیه اثر السفر. حضرت عمر میگوید به آدم مسافر تماما مانند نبود، زیرا آدمی که اگر راه طی کرده باشد او از گرد و از چنگ و از خاک خالی نیست، لیکن وجود این آنقدر پاکیزه بود، آنقدر لباسش سفید بود که حتی یک گرد در لباس او نبود. موی سرم آنچنان سیاه بود. در کتاب لباس که در اکثر حدیث های پیغمبر خدا می آید، رسول اکرم لباس سفید دوست می داشتند و ما و شما را به پوشیدن لباس سفید بسیار تاکید کردند و این چنین گفتند که مرده هاتان هم با لباس سفید به قبر گرانید، مقصد کفن است. در دیگر حدیث پیغمبر خدا گفت لباس های سبز پوشید، زیرا که اهل جنت لباسش لباس سبز است. لباس سیاه هم سنت پیغمبر خدا هست، لیکن از کرته زرد پوشیدن پیغمبر خدا منع کردند. کرته های زرد نپوشید گفتند، زیرا این لباس اهل اسلام نیست، بلکه از غیر اهل اسلام است. حتی در یک حدیث هم یک اصحاب لباس زرد داشتن، پیش پیغمبر خدا آمدن. پیغمبر خدا گفتن از تنت بیرون کن. گفتن چیکار کنم؟ رنگ دیگرش کنم؟ نه، گفتن رفته سوزانش. گفتن حضرت عمر میگوید به آدم مسافر مانند نبود. ولا یعرفه منا احد. چند نفری که در پیش پیغمبر خدا نشسته بودیم، کسی از ما این مرد نمیشناخت. آدمی ناشناس بود. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. میگوید این مرد آمد زانو به زانوی پیغمبر خدا چسبانیده نشست. چگونه که سری زانو بسیاری از ما و شما عادت دارد می نشیند، یعنی از روی آداب است، همچنان سری زانو نشستند و زانوی خدا به زانوی پیغمبر خدا میگوید چسبانیدند و دستهاش این مرد در بالای رانهای خودش گذاشت. فقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام. حضرت عمر میگوید این مرد برابر نشستن گفت محمد صلی الله علیه و سلم ما را از اسلام خبر بده. دین اسلام چیست و آدم مسلمان کیست؟ حبیب خدا جواب گفتند ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تصوم رمضان و تحج البیت من استطعت الیه سبیلا. برادرای عزیز بسیار با دقت باشین، یعنی میفهمیم دین اسلام چی بوده است و آدم مسلمان کیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم دین اسلام اعلان کردند و هم آن کسانی که این عمل چنگ زننده باشند اونها را هم آدم مسلمان اعلان کرد. یکم گفت این که مسلمان آن شخصی هست که گواهی میدهد، شهادت میدهد که خدا یک و یگانه است و محمد صلی الله علیه و سلم بنده اوست و فرستاده اوست و پیغمبر اوست. یکم نشانه آدم مسلمان. دوم 5 وقت نماز ادا کردن است. سوم نشانه از مال زکات دادن است. چهارم نشانه ماه مبارک رمضان روزه داشتن است. پنجم نشانه حج کردن است، هر کسی را که اگر قوت حج کردن داشته باشد. ببینیم برادر عزیز،
اسلام ما چی بوده؟ انا همین 5 چیزی که حبیب خدا گفتن، انا این از دین اسلام و انا همان کس از مسلمان که چنگ زننده انا منها باشد. اگر امروز شخصی که دعوای مسلمانی کند لیکن با وجود پروردگار و با پیغمبر بودن حبیب خدا اگر باوری نداشته باشد، وای مسلمان نیست. این نشانه ایمانداری هم نیست. و اگر شخصی که امروز دعوای مسلمانی میکند لیکن 5 وقت نماز شده میخواند، مسلمانی بله مسلمان، لیکن از نماز محروم است، نماز شده میخواند، پروای نماز هم ندارد. یا شخصی که امروز مال دارد از مالش زکات پرداخت نمیکند. یا شخص مسلمان در ماه مبارک رمضان روزش میخورد. پس شما خودتان بها دهید آیا دین اسلام همین است و عمل آدم مسلمان همین است؟ و دیگر پیغمبر خدا گفتن حج کنید اگر قوت حج داشته باشید. امروز بنده های خدا خیلی بسیار شدن، آدم های پولدار، لیکن حج نمی روند، حج نمی کنند. یافتن یک بهانه، یک شعار است، همین آدم های مسکین دست بگیر، دل یگان آدم آزار نده، خودش حج است. یا اینکه دلیل دیگر رو حضرت بر 3 بار زیارت کن، حج است. اینا دروغ است، اینا دروغ هستن برادر عزیز. بله، دل آزار ندادن نه برای حاجی بلکه برای همه انسان فرض و واجب است که دل هیچ بنده مسلمان آزار ندهید. برای همه ما و شما شرط و ضرور است که دستگیر فقیر و مسکین باشیم، لیکن معنای را ندارد که من پول حج در آدمای فقیر تقسیم کنم و خدا روز قیامت به خاطر این مرا همچون عنوان حاجیان و همچون در زمره حاجیان محشور گرداند. این معنا را ندارد. من حج میکنم زیرا در گردن من فرض است و اگر خدا مرا توفیق و هدایت و غیرت داده باشد باز کمک فقیرها و مسکینها هم میکنم. یا به زیارت حضرت برق، امروز که کتابچه ها برآمدن 3 بار زیارت کن حج نرو. این اسرائیلیات است برادر عزیز، این توصیه مردم یهود است. نمیخواهد که آدم مسلمان رفته کعبت الله را زیارت کند، نمیخواهد که مسلمان ها رفته انبوه مردم در کعبت الله ببینند مسلمان ها چگونه اند، چقدر اتفاقی دارند، چقدر زاره و تولا دارند. اونا را آدم مسلمان دیدن برابر باز محبتش به اسلام و به خدا زیاد می شود. به این خاطر هر چیز خواستن نویساندن گرفتن، رو فلانی را زیارت کن حج می شود. اگر 3 بار نه 300 بار برا به خدا قسم یک حصه حج تو را خدا در نامه اعمال دمی نویسد. 3 بار چی است؟ یا دیگر خواهشات من همین است برادر عزیز، از حج که آمدیم حاجی خوب شویم، حاجی با توفیق شویم، حاجی مهربان شویم. از جمله کسانی که دروغ گویند، خیانت کنند، دزدی کنند، فریب کنند، عرق نوشی کنند، فسق و فساد کنند، از جمله این گونه حاجیان نباشید. اگر چنده که امروز این خبرها هم به گوش ما میرسد، برادرای حاجی از من ملال نشود، ما خودمان هم حاجی هستیم. لیکن هر حاجی که اگر در این گونه راهی نادرست می رود، این یقینا است که حج او در پیشگاه خدا قبول نشده است. این سخن حضرت سعدی است: خر عیسی در برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. حاجی با توفیق شویم، حاجی خدا ترس شویم، زیرا ما بسیار چیزهایی را دیدیم که این مردم عادی را ندیدند. یا آمدیم اینجا صفت نکنیم که همه مسلمانی همینجا بده است، اونجا هیچی مسلمانی نیست. این دروغ است، اینجا پیش ما مسلمانی همون جا است برادر عزیز.
آیا دیدین در یگان کوچه یگان آدمی مست علس خواب باشد؟ دیدین؟ یعنی کوچه های خودمان با اون کوچه ها مقایسه کنیم. آیا دیدین که خانه های مسلمان ها را دزدی کنند؟ در کلفت گویم که با اصطلاح امروز سیگنالیزاسیون دارد، سگ است، باز همونجا دزدی است. کجا دستم مسلمانی ما؟ مسلمان همین است که حق یک برادرش در بازار فریب میکنه؟ آیا همین است مسلمانی ما؟ مسلمانی همین است که در دوام یک ماه 2 آدمی را که جنازه کردم هر دست گرچک بودند. همین است مسلمانی ما؟ هر دست از گیر بیچارا گیر زدن مرده رفتن، جنازه ما جنتش میبرد. اگرچند ما در پیش اونا گفتیم که این جنازه من به این هیچ منفعت نمیبخشد. و برادر عزیز یک مراجعت دیگر دارم. امروز باز استفاده بردن همین دارو در بین مردم ما و شما اوج گرفته است. در کدام محله که همین گونه شخصانی که اینا میفروشند، لیکن شما خاموشی را اختیار میکنین، اینها را برده در همون اداره های دخلدار خبر نمیدهین، قسم به خدا همه شما گناهگار هستید. همه شما گناهگار هستید. شما جنایت دیده میپوشید. شما غم یک برادر مسلمان تان نمیخورید. تا زمانی که این فروشنده ها اگر از بین نابود نشوند، فرزندای ما و شما در این راه روز به روز هلاک میشوند، نابود میشوند. سرچشمه پیدایش همون خانه های هستند که اینها را میفروشند. این خبرکشی نمیشود. این خدمت در دین اسلام میشود، زیرا الله این حرام گفته است. حبیب خدا بیان کردند، اسلام گفتند. این مرد چی گفت؟ صدقت، راست گفته ای محمد. فعجبنا، حضرت عمر میگه ما در تعجب ماندیم. یسألوه و یصدقوه، خودش سوال میدهد باز خودش تصدیق میکند که راست گفتی. باز سوال داد، اخبرنی عن الایمان، ایمان چیست؟ اسلام و پیغمبر خدا بیان کردند. حضرت گفتند ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و ان تؤمن بالقدر خیره و شره. قال صدقته. گفت ایمان این است که باوری کنی به وجود پروردگار، باوری حاصل کنی به آن کتاب‌هایی که نازل شدند. قیامت کی می‌شود؟ قال من مسئول باعلم من السائل. رسول اکرم به این مرد جواب گفتند از من در دیده تو داناتر هستی، کی قیامت می‌شود؟ من نمیدانم. گفتم اخبرنی عن اماراتها. این مرد به پیغمبر خدا گفت مادام قیامت آمدنش ندانی نشانه هاش بیان کن. چی گونه نشانه دارد آمدن قیامت؟ حبیب خدا 2 نشانه گفتند. همون 2 نشانه امروز در جامعه ما و شما ظاهر و هویدا هست. ببین 1500 سال پیش پیغمبر خدا زمانهای ما و شما و من بعده ما و شما را الله که گفتند نشانه قیامت این است. یکم ان تلد الامة ربتها و ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان. 2 نشانه. یکم پیغمبر خدا گفت این که مادرها خوجینهای خودشان تولد میکنند. ببینید مادر خوجین خودش تولد میکند. شارح های حدیث چی میگویند؟ شارح های حدیث اینه میگویند که دخترها بالای سر مادرها خوجین میشوند. دخترها دیگر مادرها را پسند نمیکنند.
دخترها مادرها را پی کار میگیرند. این است یکم نشانه. آیا همچنان نیست؟ امروز این مسئله جامعه ما و شما را فرا گرفته است. امروز چه دخترها مادرها را زیر تحقیر و زیر عذاب و زیر گویم که سیاست قرار دادند، در برابرش فرزنده هم پدر و مادر پدر هم زیر عذاب و زیر فرماندهی قرار دادگی است. این نشانه بود که پیغمبر خدا 1500 سال پیش گفتند. دادرای عزیز، من باوری دارم که در همین مسجد الحال ما و شما کسانی هستند که پدر و مادرها از اونا راضی نیستند. خود الحال حضور در همین نماز جمعه می آید، شرکت می ورزد، لیکن با پدر و مادرش قهری است یا پدر و مادر از او راضی نیست. برادرای عزیز و گرامی، به خدا قسم در دین اسلام آنقدر برنامه های زیاد برای احترام پدر و مادر وجود دارد. پدر و مادراتان احترام کنید، به قدر پدر و مادرهاتان رسید. وقتی که حضرت موسی علیه السلام بالای کوه طور برآمد، ببین برای چی برآمد؟ حضرت موسی را معجزش همین بود که با پروردگارش راز میگفت، سخن میگفت. این بزرگی حضرت موسی بود. خدا هم در سوره اعراف بیان میکند ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه فقال ربی ارینی انظر الیک. حضرت موسی وقتی بالای کوه طور برآمد همراه 70 نفر بود. همگیش سخن خدا را شنیدند، همگیش گفتگوی حضرت موسی را با پروردگار شنیدند. وقتی حضرت موسی میگوید با پروردگار که سخنرانی کرد، بسیار اشتیاقش آمد، بسیار ذوقش آمد و چی گفت؟ قال ربی ارینی انظر الیک. خدایا چه خوشنود بنده هستم، چه وقتی خوش دارم که سخن ذات تو را میشنوم، لیکن در برابر این پروردگار را میخواهم که جمال تو را ببینم. خواهشم همین است که جمال تا یک بار برای من نمایان کن. حضرت موسی با پروردگار این پیشنهاد کرد رب ارینی انظر الیک، نشان ده به من خودت را تا که من تو را ببینم. قال لن ترانی. پروردگار گفت موسی گفت تو مرا دیدن نمیتوانی، گفت مرا دیدن نمیتوانی، ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. لیکن گفت موسی برای آن که تو باوری حاصل کنی که مرا دیدن نمیتوانی، به کوه نظر کن. اگر همین کوهی که در پیش توست اگر طاقت دیدن من کند، هر آینه من جمال ما برای تو نشان میدهم. سوره اعراف قرآن حکایه میکند. حضرت موسی میگوید به کوه نظر کرد، فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعیقا. خدا میگوید وقتی که ما با نور خود همان کوه را که اشاره کرده بودم نگاه کردم که حضرت موسی هم نگاه داشت، این کوه مثل سربی را که آب بکنی آب شد، میگه به زمین ریخت. میگوید و خر موسی صعیقا. حضرت موسی برابر دیدن این میگوید از هوش به زمین زدن، بیهوش شدن. فلما آفاق، بعد چند مدت که حضرت موسی به هوش آمدن، قال سبحانك تبت الیک و انا اول المؤمنین. گفت پروردگارا پاک هستی تو، بزرگ هستی تو، توبه کردم به سوی تو و من اولین شخصی هستم که مؤمن هستم، ایمانی به ذات تو دارم. انا همین حضرت موسی که اینقدر با پروردگارش صحبت داشت، وقتی بالای کوه طور میبرآمد پروردگار چیز گفت؟ گفت موسی گفت هر زمانی که تو بالای کوه می آمدی مادرت از پس دعا میکرد که فرزند من بنده هست، بنده به لغزش و به سهو نمی شود. از این خاطر پروردگار را هر سهو و لغزشی که کند او را ببخش. من تو را می بخشیدم، لیکن این زمان که مادری تو از دنیا گذشت، موسی در وقت سخنرانی با پروردگار بسیار با احتیاط باش. وقتی مادرش گذشت پروردگار دیگر بر موسی هشدار داد که وقتی سخن میگویی دیگر تو دعا کننده از پست نداری. از این خاطر بسیار هوشیاری را از دست ندی و کاری کن با پروردگار بسیار معامله خوب کن.
ببین اینم از بزرگی پدر و مادر خبر میدهد. حتی رسول اکرم رغم انفو 3 بار گفتن خاکالود باد بینی شما، خاکالود باد بینی شما، خاکالود باد بینی شما. گفتن این برای کی ای حبیب خدا؟ من ادرک ابویه عند الكبر او کلیهما ثم لم يدخل الجنه، رواه مسلم. این در صحیح مسلم است. پیغمبر خدا گفت کسی که پدر و مادر در حال حیاتی دریاب میکند یا یکی از اینها را در حال حیاتی دریاب میکند و جنت نمیرود، برای این گونه فرزند مردن بهتر است، زیرا جنتی تیار در پیش اونها بود. ببین جنتی تیار در پیش شما هست. اینها وجود پدر و مادر هستند، حضور پدر و مادر هستند. جوانای عزیز با قدر پدر و مادرهاتان رسید، انشاءالله پیشگاه پروردگار به شما اجر میگیریم. حبیب خدا یکم نشانه قیامت گفتن این است که پدر و مادرها مورد عذاب و شکنجه فرزندها قرار میگیرند. خدا رحمت کند. حضرت حافظ وقتی که کلیات خوندیم حضرت میدانه شاید ولی من اینجا باوری دارم بعضی طلبه ها نمیدانن حافظ کی تولد شده است. خیلی بی‌سوادن جوانای ما و شما امروز میلی به خواندن هم بسیارش ندارن، لیکن همیشه من تاکید کردم برای شما برادرای عزیز و گرامی، ما خودمان در مکتب بهای 3 نداشتیم، ما به 4 و به 5 خواندگی هستیم. شما را هم خواهشمان همین است که با سواد شوید، با علم شوید. من باوری دارم اگر همینجا کدام مکتب بچه را الحال من پرسم وای تولد حضرت حافظ نمیداند. حضرت حافظ 1320 میلادی به دنیا آمدند، 1389 از دنیا گذشتند. همگی گویند یگان 69 سال یکم 70 حیات دیدند. ببینید 700 سال پیش حضرت حافظ در زیر همین پیشنهاد پیغمبر خدا چی برای این فرزندهایی که پدر و مادرها را حرمت نمیکنند چی گفت؟ این چه شوری است در این دور قمر میبینم، این چه شوری است در این دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. ببینید هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهر نه پدر را به پسر میبینم. 700 سال پیش میگوید، زمانی شده است میگوید، اینقدر بدبختی میگوید، اینقدر گویم که ناحقی ما را احاطه کرده است. حتی برادری که با برادر در زیر یک کورپه کلان شدن امروز با یکدیگر دشمن هستند، با یکدیگر قهر و ملال هستند. هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهر نه پدر را به پسر میبینم. حتی نمیبینم که پدرها، بعض پدرها حتی مهری به فرزند ندارند. بعض فرزندها به ما شکایت میکنن که از روزی که مادر ما گذشت پدرمان از زن دادیم دیگر در اون خانه برای ما جای نشد. مثلا زن برای خود اختیار کرد، فرزندها را همه را جواب داد که روین در زندگی ما چقه نشوین. هر جایی که میروی رفتن گیره، تو با آداب میشوی، بی آداب میشوی، تو عرق نوش میشوی، زیناکار میشوی، کارم به تو نیست، رو زندگی ما در خلل نتی. آیا همین گونه پدر بی رحم نیست؟ تو فردای قیامت از زن تن پرسیده شوی، از این فرزندها تن پرسیده میشوی که این فرزندها را تو در کدام راه تربیت کردی. اون روز برنامه را در تلویزیون دیدی، بسیار یک چیزی ناخوب از شهر نیست، به زبان من نمیارم باور کنید، که مثال همون موی سفید با کی علاقه جنسی کرده است. بسیار بدبختی بود. نیسته میگه مسلمانی در ما، اونجا مسلمانی نیست. با نبیره خود نبیره آیا همین به مهری نیست؟ هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهر نه پدر را به پسر میبینم. حضرت در دوام چی گفتند؟ ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. ببین آدم ابله به تمام شرایط رسیده است، لیکن آدم باسواد و با عقل در پسترین طبقات زندگی دارد. بهترین شرایط برای آدم با معرفت و باسواد است و محروم است، لیکن آدم ابله به همه چیز رسیده است.
ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست، خوتی دانا همه از خون جگر میبینم. مردمان روز بهی میطلبن از ایام، مشکل این است که هر روز بدتر میبینم. مردم هر روز با امیدن که فردا خوب میشود، فردا خوب میشود، لیکن من برای شما میگویم که تارات هر روز بد شده ایستاده است، بد شده ایستاده است. در دوام گفتن اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر میبینم. این سخن حضرت حافظ است برادر عزیز و گرامی. این حضرت در دنیا نام دارد. اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر میبینم. طوق زرین زیر اسب داشت، لیکن در اسب جیل خر پرتافتن و جیل اسب در خر پرتافتن. ببینین هر آدم به خودش جای دارد، باید در جای خودش باید چکار کند؟ مسئولیت اجرا کند، باید در جای خودش باید آباد کند، لیکن در جای خودش نیست. فقط زمانه چکار کرده است؟ زمانه ای شده است که الله که گفت حضرت عبدالقادر بیدیل خدا رحمتش کند، بابای مولا شریف خدا رحمت و مغفرت کند، در پیش حضرت ما چند صحیفه های حضرت بیدیل هم خوانده بودیم. در اونجا در کتابش آورده بود که زمانه کجرویشان را ببر کشد بیدیل، هر آن که راست بود خاری چشم افلاک است. همین زمانه گفت کج، آدمای هیلگر، آدمای نیرنگباز، آدمای کج تربیه میکند، لیکن کسی آدمی راست باشد او را هیچ وقت زمانه تربیه نمیکند، بلکه وای در چشم مردم خار است گفتند. از این خاطر این حضرت هم میگوید ببین این طوق زرین زیر اسب داشت، لیکن در گردن خر پرتافتنش. خود همین حضرت حافظ هم یک شعر دارد: از تقاضای زمان گردش چرخی فلک، خیرس را گفتم تقای و خوب را گفتم امک. زمانی شد که دیگر چکار کنیم؟ ما واری آدمای بزرگ، یک آدمایی که خوش طبیعت بودن، یک آدمایی که خوب طبیعت بودن، اونها را رفته امکی و تقا گفته، حتی اونها ما چکار کردیم؟ معامله کردیم. انا حضرت همین بیان دارند: دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواهی پدر میبینم. حضرت گفتن زمانی می شود که ببین زمانی شده است که دخترها هر روز با مادرهاشان و پدرهاشان جنگ و جدل ها دارند، خب نافهمی ها دارند، نابسامانی ها دارند. پسران را همه بدخواهی پدر میبینم. پسرها را هم میبینیم که بدخواهی پدرشان میکنند. در آخر حضرت گفتن پند حافظ شنوید خواجه برو نیکی کن، که من این پند از گنج و گوهر میبینم. اگر پند مرا گوش اندازی بچم گفت، آن چیزی که گفتم برای عبرت گفتم، یکی نکند که شما ملال شوید گفتم، یکی نکند که شما دلتان غم فرا گیرد، بلکه هر چی گفتم برای تعلیم زندگیتان گفتم. هر چی گفتم در زیرش سند دارد، در زیرش دلیل ها دارد. ملال نشوید بلکه چیکار کنید؟ اصلاح شوید. حضرت گفتن یکم نشانه پیغمبر خدا ان همین بود. دوم چی گفتن؟ انتر حفات العورات العاله. زمان می شود که آدمای پایلوچ، آدمای گرسنه، آدمای تن برهنه، رعاء الشاء، آدمهایی که چوپان هستند، گوسفندچران هستند، یتطاولون فی البنیان، اینا در ساختن عمارت با یکدیگر مسابقه میکنند. 1500 سال پیش پیغمبر خدا میگوید آدمهای پایلوچ، آدمهای گرسنه، آدمهای پول نادیده، آدمهای چوپان در ساختن عمارت از با یکدیگر مسابقه میکنند. یک تاش اگر دو تا ساخت دیگری سه میسازد، اگر داخلش تعمیرش دیگر باشد این رفته از دیگر دولت باز دیگر اوستاها را میارد. مسابقه در خانه اندازی میشود گفتن حبیب خدا. بعد از این مرد تصدیق کرده از جای خود خیز رفت. حبیب خدا چند فکر کردن و بعد این فکر چکار کردن؟ گفتن یا عمر اتدری من سائل، عمر این مرد که از من سوال کرد شناختی یا نشناختی؟ قلت الله و رسول اعلم. حضرت عمر میگوید گفتم چی گفت؟ الله و رسولش داناست، من ندانستم این کیست. فقال رسول الله هو جبرائیل علیه السلام. این جبرائیل بود گفت،
این حضرت جبرائیل ملائک مقرب پروردگار آمد. اتاکم یعلموکم من امر دینکم، رواه مسلم. این گفت آمد به خاطر اینجا با ما صحبت داشت تا که شما را به دینتان شناس کند، تا که شما را از اسلام و ایمانداریتان آگاه کند که اسلام چیز، ایمان چیز، احسان چیز، قیامت چیز. این جبرائیل بود. ببین حضرت عمر رضی الله عنه با زمانی که رسول اکرم همیشه با او هم صحبت داشت، جبرائیل هم در حال حیات دیدگی بودند. دیدن جبرائیل هم این فضیلت حضرت عمر رضی الله عنه را نشان میدهد. حضرت ببینین برادرای عزیز، مشرق و مغرب در زیر تصرف حضرت عمر بود. ما اگر امروز برادرای عزیز، من فقط خود منم مثال بیارم زیرا که امروز منم از حال جامعه آگاه هستم. اگر ما و شما خدای نکرده 4 تومن صاحب باشیم یا یک کمتر احوال بهبودی در ما و شما رسیم، باور که آنچنان کبر ما و شما را فرا میگیرد که دیگر به مردم خدا باور کنیم سلام نمیکنیم، حتی سلام نمیکنیم. حالا که رسول اکرم، ببین سخنان حضرت رسول اکرم هم برای شما میگویم و حضرت عمر سرچشمه تواضع و خاکساریش از سخنان رسول اکرم بود. ان الله اوحى الی، رسول اکرم گفتن که خداوند بر من وحی کرد، بر من سفارش داد چیکار کن؟ ان تواضعوا. ببین بر من سفارش داد این که ای رسول اکرم، ای حبیب خدا، همیشه با مردم با تواضع باش، خاکسار باش. حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد، رواه مسلم. بین حبیب خدا را چی گفت پروردگارش؟ تواضع کن حتی فخر نکند یکی از شما بالای دیگری شما، سرکشی نکند یکی از شما بالای یکی از شما. سفارش خدا با پیغمبر بود. حضرت انس میگوید وقتی که با کوچه میگذشت با کودک‌ها سلام میداد. کودک‌ها دا وقتی پرسیدن این عمل برای چه انجام میدهی؟ حضرت چی گفتن؟ کان النبی یفعلوه، بود که پیغمبر خدا را میدیدم که با کودک‌ها اینچنین معامله میکرد، کودک‌ها را سلام میداد، با کودک‌ها تواضع داشت. پیغمبر خدا گفت کسی اگر تواضع از برای خدا میکند الله شرف او را بلند میگرداند. حضرت عمر با این تواضع خود که دنیا گویم اکثریتش در زیر تصرف بود، به خدا قسم آنچنان تواضع داشت که عقل بشریت وی نمیگیرد. اگر من از حکایه های این مرد حکمران، این مرد پادشاه، این مرد که گویم این قدر سیاستی بلند داشت، تواضع های او را برای شما بیان کنم، شاید که شما این چیز افسانه شونه، شاید که شما، زیرا که شما انسان های در روبرو شدین که صاحب منصب و صاحب پول شدن، دیگر مردم خدا را که پسند خاطر نکردن فکر میکنه که وی هم همچنان بود. نه، وی از این خالی بود. طلحه میگوید یک شب نگاه کردم که حضرت عمر پنهانی یک خانه در آمدن، از این خانه بر آمدن خانه دیگر در آمدن. سحر شد، طلحه میگوید برای تفتیش آمدم. راستی بار طلحه میگوید من گمانی بد کردم که حضرت عمر در این شب تاریک کسی را خبر نداده، پنهان برای چی این خانه در آمد و خانه دیگر در آمد. گمانی ناخوب بود. طلحه میگوید که وقتی روز شد آمدم میگوید این خانه را نظارت میکنم، یک زن بالای کرپچه خواب هست. در حال میگوید از این زن پرسان کردم ای خواهر عزیز، این مرد که این شب آمده بود به خانه تو بهر چی آمد؟ آن زن حتی نمیدانست که این عمر از خانه او میآید. کار ببینین، کار خالص از برای خدا را کردنش ببینین. هر کاری که میکرد به مردم تماما خبر نمیداد. بعد گفت برای چی میپرسی؟ نگو برای من در کار است. گفت من یک زنی پیران سالی هستم. گفت بچم چشم هم نمیبیند و این چنین قوت پرتافتن این اخلاق خود در کوچه ندارم. این مرد خدا برکات دهد، کسی باشد می آید خانه مرا جارو می زند،
و این اخلاق من بیرون میپرتاید و از خانه من هر شب بیرون میشود. عقل کی؟ باور کنید آیا عقل بشر همین میگیره؟ یک آدمی که اینقدر تصرف بلند، اینقدر گویم که جهان در زیر نگین این حضرت بود، بازم این خانه یک کمپیر که نابیناد رفته جاروب میزند، اخلاق او را در بیرون میپرتاید. عقل کی میگیرد؟ عقل هیچ کس میگیرد. یا حضرت حکایه های دیگرش خیلی گوییم که انسان در رغبت میارد، انسان گوییم باور که بیدار بسا، انسان اصلش خبر میدهد که باید که ما با تواضع باشیم، باید خاکسار باشیم، هر چی باشیم نباشیم باید خاکسار باشیم. وقتی که حضرت به ملک شام میرفتن یزید ابن ثابت میگوید به خدا قسم لباسی که او پوشیده بود و به ملک شام میرفت که در اونجا تمام عالم های ملک شام که میری آن شهر ابو عبیده ابن جراح بود انتظار این در برآمده بودند. چون از یک پادشاه وقتی که می آید تمام حکومتدارا استقبال او را می برایند. ابو عبیده ابن جراح همراه تمام یهود و نصرانی و دانشمندها پیشواز حضرت عمر در برآمده بودند. حضرت زید ابن ثابت میگوید لباسهایی که در تن حضرت عمر بود به خدا قسم به چشم خودم دیدم، در یک کرته که پوشیده بود در سر هر دو شانش 4 پارگی از پوست داشت و در ازاری که پوشیده بود 12 پارگی داشت. با این لباس ملک شام سفر میکند و در شام به مردم صحبت دارد. وقتی که به شام نزدیک می شود در راه با غلام، یک غلام داشت، یک نگاه بین میکردگی آدم داشت خطی خود، اسلم نام داشت. با او چیکار کردن؟ با او شرطنامه بستن 1 کیلومتر من سوار می شوم، 1 کیلومتر تو سوار می شوی. همچنان تا ملک شام رسیدند نوبت غلام آمد. دویده آمدن نماینده های ابن جراح، حضرت بالای اشتر خودت سوار شو، غلام از پایان کن، تمام نماینده ها در استقبال تو هستند. حضرت عمر گفتند من از این گفتگوزار مردم گفتم باکی ندارم، قسم به خدا آن عزتی که به عمر رسیده است از اسلام رسیده است، نه از لباس عمر رسیده است. با این گونه لباس و با این گونه سوار شدن غلام داخل شهر شام شدند. اینا کی کرده میتواند؟ همه این از تواضع حضرت عمر است. انشاءالله من جمعه آینده از قصه هایی که کمی طولانی تر هستند، کمی گویم که وقت میگیرند، که از تواضع حضرت عمر عبارت است، من برای شما انشاءالله حکایه میکنم، من با گوش هر کدام شما میرسانم الها که وقت انجام یافتند. و در اینجا در حق بعضی از برادرها دعا کردن من در کار است. یک برادر از قربان تیپه همین ساعت از ما سوال یعنی خواهش کردن که با جمعیت دعا کنید که خداوند ما را صاحب فرزند سالم و صالح گرداند. خدا این فرزند، این برادر ما را صاحب فرزندهای خوب و سالم و صالح گرداند و تمام برادرای مسافری که در پریبالتیکا و در سویردلاوس و در مسکو و دیگر دولت‌های اون بود و ما هم زنگ زدن که با جمعیت در حق ما دعا کن. خدا همه این برادرای مسافر ما و شما را با دست پر و با مرادهای حاصل شده به خانه هاشون خداوند صحت و سلامت رساند. آمین یا رب العالمین. خب برادر میری سرابک از خشکسنگا خدا نگهش دارد، از همونجا برای جمعه ادای جمعه به همین جمعه ما و شما میآید. اینجا یک مبلغ هم جدا کردن که برای آبادی همین مسجد صرف کنید. خب در حق بابای استا اکابر که نو از دنیا گذشتن دعا کنید. بابای استا اکابر گذشته بودن، خدا رحمت مغفرتشون کند. در حق برادری که یک ماشین کم آورده است، این یک برادرمون به نزدیکی یک ماشین کم آوردن برای همین آبادی مسجد. خب برادر بهرام کمک کرده است، در حقشون دعا میکنیم انشاءالله. سمین و در حق استاهای مسجد و خدمتچی های مسجد دعا کنید که خدا برکتشون دید. هر روز در اینجا البته کارها رفته ایستادن. خب برادر محمد علی 2 دانه ستون مسجد را دادند برای داخل شدن در این مسجد 2 ستون روان کردند. در حق کسانی که در صندوق خیریه صدقه کردن دعا کنید. خب یک برادر از محله کوهدامن برای کشت و کار گفته دعا کنید گفتند. خب در بین مهمانان
و مهمانان 2 نفر فرزندان بابای آخوند ملا سفر مرحوم بابای عبدالفیض و عبدالصمد هستند. در حقشان گفتن دعا کنید. اینجا مهمانایی که در مسجد ما و شما حضور دارند. و دیروز یک برادر دیگرم احمد از دنیا گذشته بودند تا در نظر آشپز همه شما میدانید. در حق این برادرم دعا کنیم خدای مهربان همه این گذشتگان رحمت و مغفرت گرداند و همه این برادرهایی که در این مسجد کمک کردند و همیشه غمخوار مسجدند، برای آبادی مسجد سعی و کوشش ها دارند، خداوند آرزوها و امیدهاشون حاصل گرداند. و همه آن مهمان هایی که در این مسجد ما و شما حضور دارند، خدا در هر قدمشان حسنات کتابت فرماید و جمله سیئات ایشان خداوند مغفرت گرداند. و همه شما را خدای مهربان تا جمعه آینده در حفظ امانش نگه دارد. آمین یا رب العالمین. و اینجا یک برادر دیگرم برای باران گفتن که دعا کنیم خدای مهربان باران هم این رحمت الهی هست، از ضرر و فایده باران الله خودش درک داره است. اگر باران این روز برای منفعت بندگانش باشد خدای مهربان این رحمت خودش نازل فرماید و آن آرزو و امیدهایی که در دل این بندگان زمیندار هست، دهقانها هست که مقصود اینها هم البته صاحب نان و آب شدن است، کمک کردن به یک برادر مسلمان هست که سبب همه این البته آمدن باران می شود. خدای مهربان این آرزو این نیت های بندگان را حاصل گردانی. آمین یا رب العالمین. برادرای عزیز، مسئله مسجد فراموش نکنید و هر جمعه من تاکید میکنم به خاطر هست که اکن کاری کنیم که تا همین نماز عید قربان بالاش پشانده کنیم، همون شکرهایی که داره شکرها شکنیم که رضا و شکر خدا خیرکن وجود دارند. برای همین یکانه دستگیری هر کدام شما در کار است و اگر